ترک عرب کن. یه ناز نداره این چیز، یا معنی نداره که در دنیا مذهب ما مردم فارسی چی نباشیم، یا ما تاجیک شدیم تمام دیگر که این تاجیکی چی نیست و قدر خمانه نداریم میتریم پس نزنیم خمانه برادر. امروز فرزند ما میروه مردم دولت‌های روس ببینید طبیعت روسی پیدا میکنن، تاجیکیش فراموش میکنه. دولت‌های اروپایی فراموش دیگه تاجیکی اصالت خودش فراموش ولی یک درس خودشناسی ملی، این درس بسیار ضروره برادر عزیز. این درس ها را شما حتما تعلیم بگیرید، برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت این اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما اگر نه به خدا ملت ما و شما دست بدیم، اگر درس خودشناسی ملی را دست بدیم، نیروان اصولیای صاف نمیشناسی یعنی تاجیک باشه، یک شکل اروپایی، حرکت اروپایی، مقصد لباس اروپایی. جک چند روز پیش من تماشا کردم، یک بیانیه شد، همه تا میشنن جک چنه، یک مقصد اختیار محبوبیت مقصد حرکت های ثبت های فیلمیش در دنیا هست. همین یک اینترنت تماشا میکردم یا ورق زدم که همین بیانیه داده صحبت کردیسته. بچه من میگه امریکا رای کردم، همین جکی چند میگه اروپا رای کردم، امریکا رای کردم برای تحصیل علم که در اونجا بخوانم. برادر عزیز آخی حالا ببینه نتیجه هاشو ببینه. میگه بعد 5 سال بچم آمد صاف نمیشناسمش. من قطیم گرد میزنم این طریق تکیه گرد پاش دراز میگم اجاد بخیر راست بیز کود چخیلی ای ما تو را این طریق تربیه نکردیم که تو راست بیز میگه راست بیز یک کشترش کردگیه که گم میزنم کبزنی ها دیگم حرکت ها دیگم تا گیزه داروی مایدوستش گرفتم. من بایگری مدد زیو داده بودم یکی بایای جهان این مرد تا گیزه داروی مایدوستش گرفتم محرومش کم ای سفرهای خارجی که دیگه این پا گیزه مای رایدس میده. ببین همون مقصد مردم خطایه اما از سوالت خود چه قدر رو میگذاره. ما و شما را مردم فارس و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح آمده، حدیث صحیح برادر عزیز. پیغمبر صلی الله علیه و سلم طرف فارس اشاره کرد، روایت دست بالای کفتی پشتوانه حضرت سلمان فارسمان گو این قوم ایمان از آسمان و ثریا باشه میفراهد. روایت علمی را گفته میفراهد. ما به این افتخار نکنیم، به این خوشحال نباشیم که پیغمبر ما را اشاره میکرده. من اینجا باید دو چیز برداشت کنم، ملت ما اینجا دو چیز باید برداشت کنم. یکی شکر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشاره دیگه داره به من، به قوم من، به ملت من، به زبان من. دیگه موشه که من باید اینجا یک نیروی نیکه برداشت کنم و این رو تقویت بکنم. این رو باید تقویت بکنم. انا همین برداشتی نیک بود در ملت ما که هزارها عالم‌های جهانی برآورد. انا همین دعای نیک و انا همین اشاره نیک و انا همین برداشتی نیک. امروز کسایی هستن تنقید میکنن نه گپا هم نیستن. آیا ممکنه این صحبت کنم اینترنت دبره و صدها غرضناک و یا ملت پرست؟ نه، ما دین پرستیم، ما خدا پرستیم، اما ملت ما را قدر میکنیم، وطن ما را دوست میداریم. همین جدا من یک دو سوال مثلا یک دو سوال به میان بیاریم، یک دو سوال بیاریم. کی برادر عزیز در همین شب و روز
بگذار ای مسلمان های مسلمان شد مثال بیاریم کی ما و شما را همچون ملت خودش قبول میکنن میریم ای ما بین عربستان بیاییم دور بزنیم در عربستان در مرکز اسلام آیا ما و شما را همچون عرب قبول میکنن پاسپورت ما میتن همچون عرب نه همچون مسلمان قبول ما دارن همچون عرب قبول ما نمیکنن حتی همین دولت های عربی را ببینه برادر عزیز حتی دولت های عربی را ببینه نمیشه یک مثلا چند تا دولت های عربی در سرزمین عرب نشین است همش شما میدونید همین ها یکدیگر را قبول نمیکنن قومیت چه بالا میدونن قومیت چه حرمت میکنن ملت چه مقصد احترام میکنن دولت سعودی عربیه قطر عربیه دبی عربیه مصر عربیه بحرین عربیه یمن عربیه اینا با ده های دیگر لیکن همینا را ببین با پرسش تجابی میگم من سعودی یمنی شب پرس میگم من یمنی نمیگه عربی همش زبانی عربیه نمیگه عربی بحرینی شب پرس میگم من بحرینی قطریش میگم من قطریم اینی قطرها 1 میلیون نیستن مردم قطر برادر از 1 میلیون نیستن تازه مردم قطر 1 میلیون نیست در قطر زیاده 2 میلیون اهالی زندگی میکنن مردم خودی قطرش تازه مثلا قطری و تندار 1 میلیون نمیبراید 1 میلیون نمیبراید چون قطری میگن دنیا رو ببین چی حال آوردن دنیا رو ببین مقصد بایگریشون و هنرهاشون قطر میگن خودشون میسوریش هم خیلی دیگر یا که بیایید مثال بریم دولت اسلامی افغانستان ما و شما را همچون افغان قبول میکنن هیچ وقت نمیکنن در افغانستان حال ببین حال افغانستان امروزه را ببین مقصد پشتویزم و تاجیکیزم رفته است امروز حکومت پشتوها گرفتگیان دولت اسلامی امارت اسلامی قانون اسلام میگن لیکن دل خواه مردم اوجه را بپرس میگن پشتویزم پشتوها در حکومت را نمیتن دیگر یک تا دوتا رابطه میتن دیگر را نمیتن برادر است چی معنی دارد؟ این برادر عزیز این را به دین رب نتین دین جای خودش داره ما مردم مسلمان 1000 سالها باب و اجداد ما مسلمان آمده میروند هیچ کس سری رایی را گرفته نمیتونن سری رایی اینم امکان پذیر نیست گرفتن هیچ چیز در سراتان هر کس جا نکنه هیچ چیزا را مثلا این وسواسا را جا نکنه دین جای خودش داره ما مسئله دین کتی صحبت ما داریم اما گپ در سری ملت می آید قوم می آید سرزمین می آید وطن می آید باید فرهنگی تاجیکی مانه اخلاق تاجیکی مانه حیای تاجیکی مانه احترامی نسبت یکدیگر باید داشته باشیم برادر این مقصد چیزی نو نیست این من نمیگم برادر عزیز این سخن من طاقه نیست شاه ولی الله دهلوی که نصیحتاش در این صورت عصرها پیش گذشته که اولیاهای بزرگی عالم اسلام این قدر کتاب نوشته سند حدیث هیچ حدیث به نظارت اون نمیگذارن در همه سند حدیث شاه ولی الله دهلوی هست درباره قوم و قبیله میآید و ملت میآید ازت تاکید میکنن هیچ کس پروای ما را در این باره نمیکنن ما خودمان این مسئله را باید غیرت کنیم اگر برادر عزیز اگر بالفرض یک مثال بیاریم به خاطری که ما بفهمیم همین مسئله در چقدر مقصد فهمیش پیدا کنیم حاضر ما مقصد اینمی هم ملت دیگر هم مثال بگیم خیلی مسلمان هم بیا مایلش بیایم اینجا رو بگیریم ما مایلش قبول داریم چی میشه ما رو جای کار میکنن وطن ما رو آباد میکنن ما رو بایگری میکنن همین کام آمد دست بود هیچی ما نکردن همین 30 سال استقلالیت که در دست خود ما بود در دست خود ما بود چی آباده شد 70 سال در دست دیگران چی بود چی داشتیم همین 70 سال گذشتن پیش ما میخواییم اینجا مقصد صحبت برای این برادر عزیز که ما باید این سرزمین خودمان فرهنگ خودمان
باید سرجم باشیم، بقپیم، بسازیم، آباد کنیم، پیشرفت کنیم. این همین قپم خلاصه همه سخن ما این همیه برادر عزیز. اگر به جایش غلطه مرحمت عقل داری بسنجه. نماز تا بخوان، روزه تا بگی، مسجد برد، دین ایمان و حیات ای دندانت ضرورتر بدان، ای جانت ضرورتر بدان. اما ملت و وطن و فرهنگ ملی تای دست نده برادر عزیز.